ازدواج باید مثل آب خوردن باشه، اما زن حلال 1 میلیارد پول میخواد، زنا زن حرام مفتیه، یه چیز هم میده. واقعا مشکل درست شده. من تو جامعه هستم، من با جوانا هستم، درد دلشون رو من میگن، با من تعارفی ندارن، خیلی وقتا شکایت پدر و مادرشون میکنن. به این جوانا رحم بکنید. ازدواج برای پوز دادن نیست که تو بخوای با ازدواج پسر و دختر پوز بدید. من چنین مراسم باشکوهی، دختر و پسر ما ماشین نیستن، حیوان نیستن، مال نیستن که قیمت براشون بذارید. اینا قیمت ندارن. اینا فرزندان ما هستن، جگرگوشه های ما هستن. نه معنی 100,000 تومان، نه 200,000 تومان، نه 500 میلیون، نه بز میخوای بخرید. این داماد تو فردا بابای نوه تو میشه. انسان همینجور داره در تکامل اسلامی شکل میگیره. اول کودک بودی، بعد نوجوان، بعد جوان، بعد مرد شدی، ازدواج کردی، بعد پدر شدی و بچه دار شدن. تو داری تکامل انسانی رو طی میکنید. بعد وقتی پدر بزرگ شدید، فرزند تو ازدواج کرد، بچه به دنیا آورد، تو میشی پدر بزرگ. داماد تو حکم پسر تو رو داره.